سلام دوستان خوبم، با یه سبزه فوری در خدمتتونم. سبزه شاهی. یه مشت سنگریزه رو تمیز شستم و اونا رو کف یه تنگ کوچیک میریزم. به جای تنگ میتونین از جام، شیشه سس و یا هر ظرف دیگه‌ای که دوست داشتین استفاده کنین. بعد یه تکه پنبه رو آماده میکنم برای روی سنگریزه ها. به جای بذر شاهی که من برای این سبزه استفاده میکنم میتونین از خاکشیر، خرفه، ارزن و یا چیزهای دیگه‌ای که میدونین سریع رشد میکنه استفاده کنین. پنبه رو روی سنگریزه ها میذارم و بعد با اسپری اونو کاملا خیس میکنم، جوری که یه مقدار آب هم کف تنگ داشته باشه. این سنگریزه ها رو به این دلیل میریزم که اون پایین نفس کش داشته باشه و کپک نزنه. پنبه هم به خاطر اینی که رطوبت رو حفظ میکنه. بعد تخم شاهی رو روی پنبه میریزم که کاملا خیس شده. کامل روش رو پر میکنم. بعد از 13 فروردین میتونین این سبزه رو توی گلدون بکارین و به عنوان سبزی ازش استفاده کنین. و بعد دوباره باز اسپری میزنم. روی تنگو با پاکت فریزر میپوشونم و اونو توی فضای آشپزخونه میذارم. نیازی هم نیست که پاکت فریزر رو سوراخش کنم. محیط آشپزخونه بهترین جا برای سبز کردن سبزه است، مخصوصا اگر پشت پنجره باشه. این 24 ساعت بعد، یعنی ساعت 11 شب روز بعد هست و میبینین که جوانه ها کامل در اومده و جوانه زده. به همین راحتی و خیلی هم سریع روی اونو اسپری میکنم. در ضمن من یه بار صبح اینو اسپری کردم و دوباره پاکت فریزر رو روش میکشم. این پایان روز دوم، یعنی 23 اسفنده و میبینین که کاملا جوانه ها سبز شدن. و این هم صبح روز سوم، یعنی صبح روز 24 اسفند. و عصر روز 24 اسفند روزی چند نوبت من اسپری میکنم روی اینها رو. و این هم پایان شب 24 اسفند که برگ ها سبز شده و مطمئن باشین تا پایان اسفند یه سبزه بلند داریم که از تنگ هم بیرون زده. پس دیر نشده بجنبین و سبزتون رو بریزین. دوستان عزیزم، خدا نگهدارتون.